در بین دو سجده شما هم این غلطی را میکنین به این طریقه: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. به این طریقه درست نیست. بسیاری ها هستند که این غلطی را در نماز میکنن، دو سجده را فوراً زود انجام میتن. اصلا در بین دو سجده در جلسه نمیشینن، صبر نمیکنن. امی که از سجده اول سر بلند کردین بشینین در جایتان، با چند ثانیه صبر بکنین و این دعا را تکرار بکنین: رب اغفر لی، رب اغفر لی. یا الله مغفرت مرا بکنی، یا الله مغفرت مرا بکنی. این دعا را هم میتونین تکرار بکنین: اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی. معنی از این دعا است: اللهم اغفر لی، یا الله مغفرت مرا بکنی، وارحمنی بالای ما رحم بکنی، واهدنی بر ما هدایت بتی، و عافنی بر ما عافیت نصیب بکنی، وارزقنی یا الله رزق مرا فراوان بکنی. ببینید با گفتن از این دعا شما خیر و برکت دنیا و آخرت از الله سبحانه و تعالی میخواین و در نماز شما این دعا را تکرار میکنین. در نماز دعایی که تکرار شود گفته شود الله سبحانه و تعالی او دعا را ضرور قبول میکنه و بعد از گفتن از این دعا شما به سجده دوم برین. شما در نماز در مقابل الله استاد هستین. ان تعبد الله کانک تراه. شما احساس بکنین که الله را میبینین، الله شما را میبینه. در نماز وقت سوره ها را، تسبیحات، کلمات را تکرار میکنین، به معنی و ترجمه از او هم توجه بکنین. ان شاء الله نماز شما درست میشه. در نماز شما خشوع و خضوع میآید. نماز شما درست شود، الله سبحانه و تعالی نماز زندگی شما را تغییر میده. کامیابی دنیا و آخرت از آن خود میکنین. این دعا را امرای معنیش از یاد بکنین، در بین دو سجده ضرور تکرار بکنین. ان شاء الله نماز شما درست میشه. و فراموش نکنین این ویدیو را صدقه جاریه گفته با دیگران هم شریک بکنین تا دیگران هم این فایده را از این دعا از آن خود بکنن، بر شما هم ثوابش رسیده میره. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله.